سلام دوستان، چطورید؟ من با اولین ویدیو اومدم آموزش اجرات رو براتون یاد بدم با شاتگان M10 یا هر چیز دیگه ای. فرقی نداره چه گان باشه. خب ببینید، اولین کاری که باید بکنید باید بیاید این تیرتون هر چقدر کوچیک‌تر کنید به نفعتونه، چون راحت‌تر میتونید بکشید بالا. اینو نگاه. خب هیچ وقت تیرتون رو اینجوری نکنید. نگاه، اینجوری مثلا انگاری میکشید بالا ولی نمیکشید بالا. وقتی میکشید درست بکشید، محکمتر بکشید. یه مقدار هر چقدر نزدیکم که باشید سرعت کشیدن به بالاتون هم بیشتر کنید. نگاه، هر چقدر دور باشم یه مقدار آرومتر میکشم بالا، یواش. بعد خودش هم وقتی دارید تیر رو میزنید ول نکنید. مثلا اینجوری نگاه، اینجوری نگاه، مثلا دارم میکشم بالا. خب این حساب نمیشه. بکشید بالا، قشنگ بکشید بالا. خب آقا بریم یه ران لان ولفی کلشی. خب بریم. آی بابا فقط زیر 90 میتونم تک به تک استارت کنم ببینم چی میشه. بهش میاد که مقدار بازیش اوکی باشه. حالا ببینیم چی میشه. بابا این که یوبسه. آقا این وایسید یه ذره چالشش کنم. هرچند میدونم میرینم بسه. خب اوکی. خب آقا این کار زشتی بود. خب این چاقو که به درد عمت میخوره بیشور. چیه برداشتی تو؟ اینم میندازی باز این ریده شده داخلش. آقا عمرم یه لحظه دستم خورد ویدیو ضبط نمی کرد. عمران که چیه؟ یه مقدار بیشوره. آیسمون همینجا مجبوریم هدر بدیم. خب یه وان تمید. ای بابا داداش چرا وایستادی؟ وای چته تو؟ انگل چرا من بستادم بهش میزنم؟
بذار مشکوشش کنم. با اینم به دردمون نمیخوره. بریم فقط زیر 90 نشم ببینم چی شد. نود و چار، یعنی یه ران دیگه بک بدم بدبختیم. آقا نظرتون چی هستم؟ بریم داخل یه روم. این که نمیشه. چرا اینا نمیشن؟ 56 متر داشت چیه مگه؟ به خدا فقط یه رون کلشه ولش اصلا. خب کاراکترام که اوکیه. و این چرا نمیشه؟ ای خدا یه پرو بنداز. این چطوره؟ خوبه ولی این دومیشون احمدالشریفی چی میگه؟ چیه این؟ احمدالشریف چیه؟ آها یه مقدار دستم داره راه میفته. همین الان اومدم ویدیو دارم ضبط میکنم. هنوز بیرون بودم. همین الان اومدم. همین الان اومدم دارم ویدیو ضبط میکنم. نه 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 کار زشته. 150 بخواب بچه بخواب خدایی بخواب. ناموسن نزن 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 نزنید جون مادرتون یه دقیقه نزنید. یه دقیقه متکوف کنم. آها آها 150 یی خدا ای فشار. سعی میکنم یه مقدار ویدیوهای بیشتری آپلود کنم. سعی میکنم هر روز ویدیو آپلود کنم یا هر روز 2 تا ویدیو. آره خوشگل خوردی مگه نه؟ بیشرف به خدا اینجا جای وست نیست. دوست عزیز گمشه بمیر داداش. بیا اینو بزن بیا اینو بزن برو اونو بزن. یه دونه وست بزن تموم شد دیگه. دوست عزیز دوست عزیز احمدالشریف بیشرف بیشرف بیشرف. تکیل دارم چی بردارم؟ دنس خنده نزن بر من. دنس خنده نزن اسکول. دنس خنده نزن. دار چیه؟ بوشتی
گل یه مقدار موزون میشین. خب این چیزایی هم که پرید، این از اولی. بریم برای دومی. داداش تو هم یه فول 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 فول. عالی. خب راستی ما داریم چی کار میکنیم؟ قرار بود یه دونه آموزش ارشاد بذاریم ها. مهمترین چیز همین کشیدن به بالاه. اونم چه حالتی. بعضی از آدم ها یه مقدار گوشیشون چجوری بگم، سنس گوشیشون یه مقدار ضعیفه، باید تندتر بکشن بالا. ببین این تی رو مثلا انقدر میکشی، نگاه وایسید، انقدر میکشی بالا فایده ای نداره. اینو بکشید، قشنگ بکشید، نگاه قشنگ باید بکشی. تیرتو ول نکن تا وقتی که طرف دش بخوره. خب یه شاتگان هم که بزنیم و ویدیو رو تمام کنیم. خب اوکی بریم. نگاه هر چقدر بکشی بالا به نفته. تیرت هم هیچ وقت ول نکن، تیر لامصب و ول نکن تا جایی که میتونی نگهش. منظورم ول نکن، وز خالی نکن. بیا همینجوری بکش بالا، یا ریلود کن یا مشتتو بگیر، و یعنی برای انمیت انگاری وان نمیزنی، داری وست میزنی. خب یه تکنیک بزنیم. وایسید ویدیوشو یه چند وقت پیش دیده بودم. هد اینوریه رو همینجوری بود هد اینوریه رو میزنه. نگاه کن، نگاه برام هد. ای خدا هد اینوریه. خب بریم یه داخل تمرینی. وای یه مقدار وقت ویدیو طولانی شد. چرا سری گذشت؟ 20 دقیقه یعنی پای بود. ای داده شرمنده، قرار بود وانت بزنم. راستی همینجوری مثلا بکشی بالا نخوره نگید مثلا نتونستم. من خودم هم یه مقدار بلد نیستم. کلا 2-3 ماه اومدم تو فاز وان شد. 2-3 ماه هم که نیست، یه سالی هست. یه نوب سگی بیش نبودم اون زمان. بابا خب خدایی وایسید یه مقدار رو زمین بشینم راحت ترم. برید بیشور نباش بست خالی نکن. احساس میکنم یه نفر از بک. جون مادرت بابا. کلا الان این انگشتی گوه که نیست، هیچ گوهی نیستم. دستم چسبیده قشنگم چسبیده. ناموسم بذار یه مقدار بزنم. کجایی؟ از اولی. چه خبره ایوان؟ خب
رو احساس میکنم گوشیم لگ میندازه. نگاه این خوب ظلمه. بمیر بیشرف. و همچین بیشرف هایی میان ازت کیل خوری میکنم. بیا بیرون. نگاه کن. ملت 2 تا وست میزنم میمیره نمیش. من 1000 تا تیر وان میزنم نمیمیره. دادا شرمنده. دادا شرمنده مهم نیست، ولی برای من تیم اپ مهم نیست. یا خدا آقا همونجوری که گفتم من یه نوب سگی بیش نیستم. این انگشتی نداشته باشم یه نوب سگی بیش نیستم. نگاه کن چرا احساس میکنم گوشیم لگ میندازه. یا به خاطر اینکه کیفیت گوشیم تا آخره. کیفیت گوشی چیه؟ کیفیت گیم. آره دوستان ممنون میشم چنل منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلشو بزنید و آره دیگه. تا همچین بیشرفایی نیان برای من خودی در میگه خدایا. خب همونطور که گفتم زنگوله بغلشو بزنید، سابسکرایب کنید و فعلا خداحافظ.